سلام رفقا، با یه صبحونه خوشمزه چطورین؟ برای درست کردن این صبحونه نیاز به نون باگت داریم که به ابعاد 1 الی 1.5 سانت برش زدیم و خشکشون کردیم. یه لیوان شیر، 2 قاشق غذاخوری کره و شیرین کننده که میتونه عسل باشه یا انواع شیره و سس شکلات. برای درست کردنش ابتدای کره رو میریزین داخل یه تابه ترجیحاً نچسب و اجازه میدین ذوب بشه و داغ بشه و بعد نونه‌های باگت رو میزنین داخل شیر، فقط شیر اضافهش گرفته بشه و اجازه میدین سرخ بشه. زمانی که هر دو طرفش سرخ شد به داخل ظرف سرو انتقال میدین. فقط صدا رو گوش کنید. و بعد میتونید با انواع شیرین کننده مثل عسل، سس شکلات یا انواع شیر شیرینش کنید. اما نوبت امتحان کردن طعم و مزه این خوشمزه است. بفرمایید. عالی، فوق العاده عالی. جای همتون خالی. ممنونم از لایک و کامنت های زیباتون.